ضریب دقیقاً همون دزدیه. کلمه‌ای که امروز با عددهای همراه شده و توی فضای مجازی اینترنت هم داریم می‌بینیم و هم می‌شنویم. اما جریان چیه؟ سال 95 سازمان تنظیم مقررات یه مصوبه میده و ترافیک نیمه‌ها رو به این سیستم میاره. اگه توی سایت‌ها و سرویس‌های داخلی از اینترنت استفاده کنید، ترافیک شما نیمه‌ها حساب میشه. 1 گیگ شما برای مثال میشه 500 مگ. خوب بود. اما به مرور بعد اتفاقایی که توی جنگ افتاد، کاربرها دیدن که حتی با وجود مصرف کمتر و پایینتر اینترنتشون داره زودتر مصرف میشه. چرا؟ به پنل هاشون مراجعه کردن و دیدن کلمه‌ای وجود داره به اسم ضریب. حالا این ضریب یعنی چی؟ یعنی که اگه شما 1 گیگ اینترنت در سرویس های بین المللی استفاده کنید یا حتی وی پی ان داشته باشید، این ترافیک شما به جای همون 1 گیگ که باید از قدیم محاسبه میشد، الان داره با یک ضریبی محاسبه میشه. حالا برای مثال 1 گیگ ممکنه 2/7 گیگ باشه. از نظر شخصی من این دقیقاً همون دزدیه. حالا من نمیدونم، شما توی کامنت ها بگید که این باید به کی شکایت بشه؟ به خود اپراتور که این کارو داره انجام میده، به سازمان تنظیم مقررات، یا به وزارت ارتباطات؟ من نمیدونم. شما توی کامنت ها نظرتون رو بگین. برای دوستاتون هم بفرستین، اونا هم نظرشون رو بگن. شاید یه راه حلی با هم پیدا کردیم. میبینمتون. فعلا.